أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمدلله که ما و شما از کتاب تعلیم زبان عربی 40 درس گرفتیم و بنده حالا میخواهم درس 41 را به سمع شما برادران و خواهران تقدیم و پیشنهاد بگردانم. صاحب کتاب میگوید الدرس الحادی والاربعون، یعنی درس 41. درس 41 به مثل درس های گذشته چندی از کلمه های نو برای حفظ کردن دارد. این کلمه ها با تمام نازکی هایشان باید حفظ کرده شوند. که این کلمه ها عبارت است از اینه که صاحب کتاب میگوید جهاز التلفونی، یعنی تلفن. جهاز التلفونی یعنی تلفن، یا میگیم اپارات تلفن. اپارات تلفن، جهاز به معنای اپارات. جهاز التلفونی یعنی اپارات تلفن. بعد از این میگه تلویزیون. تلویزیون تلویزیور، تلویزیورش میگیم تلویزیور. جمعش جمع مؤنث سالم میشده است تلویزیوناتون. تلویزیوناتون یعنی تلویزیورها، آینه نیلگونها. تلویزیون به تاجیکی آینه نیلگون. و اما در استعمال بسیار مردم ما و شما چی میگوین؟ تلویزیور. این اصل این روسی است. بعد از این میگوید تلویزیوناتون جمع مؤنث سالم یعنی آینه های نیلگونها. بعد از این میگوید جهاز رادیو، یعنی اپارات رادیو. جهاز رادیو، اپارات رادیو. بعد از این میگوید مطبخون. مطبخون یعنی آشخانه. مطبخ، آشخانه. این اسم مکان است، جای پخت و پز. مطبخ جای پخت و پز، بر وزن مفعلون، اسم زمان و مکان. اصل از فعل طبخه یا طبخو گرفتگی است. طبخه یعنی پخت، یا طبخو میپزد، مطبخون جای پختن. پس جای پخت و پز رو ما و شما چی میگیم؟ آشخانه. پس مطبخون در ترجمه میگیم آشخانه. اسم مفرد است، جمعش میشود مطابخو. مطابخو یعنی آشخانه ها. جمع صیغه منتهی الجموع، تنوین رو قبول نمی کند. بعد از این میگوید مسعدون. مسعدون یعنی لیفت. مسعد یعنی که لیفت. این مسعد بر وزن مفعلون اسم آلت است، از باب سعیده یسعدو است. سعیده یعنی بالا شد، یسعدو بالا می شود. مسعدون آلت بالا کننده. مسعد آلت بالا بردارنده. پس مسعد رو ما و شما چی میگیم؟ لیفت. لیفته که انسان را از یکم ایتاژ به دوم و پنجم و دهم ایتاژ میبرارد. آلتی که تو را بالا میبرارد. پس مسعد آلت بالا برارنده میتوانیم میگوییم که لیفت. بعد از این میگوید مساعدو. این جمع مسعد است. مساعدو یعنی لیفت ها، آلت های بالا برآورنده. این جمع صیغه منتهی الجموع است، آخرش تنوین رو قبول نمی کند. بعد از این میگوید اثاثون. اثاثون یعنی میبل، چیزهای خانه، دیوان و کرسلا و این چیزهایی که در خانه می شود، اینها رو میگن اثاثون یعنی میبل. جمعش اثاثاتون یعنی میبل ها. اثاثاتون میبل ها. بعد از این میگوید وسطون. وسطون یعنی میانه. وسط میانه. خیر الامور اوسطها. اوسط یعنی وسط، یعنی میانه. بعد از این میگوید
فی وسط المدینه یعنی در میانه شهر. پس وسط المدینه میانه شهر یعنی سنتر شهر، سنتر. فی وسط المدینه یعنی در میانه شهر. بعد از این میگوید زاویتون. زاویتون رو در گذشته خونده بودیم، کنج، کنار، اطراف. زوایا، کنجها، اطرافها، کنارها، این را در گذشته خوندگی بودیم. بعد از این میگوید نظیفون. نظیفون یعنی پاک، تازه، منزه. نظیف، پاک و تازه و منزه. بعد از این میگوید مربعون. مربعون یعنی چارکنجه. مربع معناش چی است؟ چارکنجه. بعد از این میگوید لما. لما همون اختصار شده از کلمه لماذا است. لماذا میگفتیم که این هم مختصری همون کلمه است، کوتاهش کردگی هستن شده است. لما یعنی برای چی؟ لماذا برای چی؟ لما همچنین برای چی. بعد از این میگه لانه، زیرا اینکه وی. انه را خونده بودیم که از حرفای مشبه به فعلش میگفتن، زیرا اینکه اسم و خبر میگرفت. این انه اسم است و انه خودش حرف است و اسم و خبر میگرفت. لانه، زیرا اینکه وی. هو در اینجا اسم انه است و خبرش در محل نصب میگه اسم انه است، خبر این محذوف است. لانه لام لام تعلیل، زیرا اینکه وی. علتش، علت رو بیان میکند این لام. بعد از این میگه تقریبا. تقریبا یعنی تقریبا. با تاجیکی ما رو میگیم تقریبا. مثلا تقریبا 5 آدم بود، یا که مثلا نزدیکی. تقریبا نمیشه بگیم با ترجمه دیگرش که نزدیکی. تقریبا یعنی نزدیکی، یا که تقریبا همچنین ما و شما میگوییم. بعد از این میگه لکن. لکن این را حرف استدراکش میگن. این از اخوات این است. چطور گفتیم که این و انه، ما انه را این را خونده بودیم، یک تا بود، گفتیم اینها 6 تا هستن. اینجا انه اومده است، ببینید 2 تا شد. لکن 3 تا. از 6 تا تا به حال ما و شما 3 تاش رو خوندیم. لکن از اخوات این است. این هم از حروف مشبه به فعلش میگن، به مثل این. این ان لکن 3 تا شد. و 3 تا دیگرش باقی موندگی است که اون کانه و لیت و لعله هست. 3 تا باقی مونده است. این لکن حرف چیزش میگن حرف استدراک. بعد از این میگوید لکنه، لیکن وی. این هو ضمیر متصل مبنی علی ضم فی محل نصب اسم لکنه. این لکنه گفتیم اسم خبر میگیرد به مثل این نه، لیکن اسمش منصوب است، خبرش مرفوع، برعکسی اخوات کانه. بعد از این میگه هکذا. هکذا نه همین طور. هکذا همین طور. بعد از این میگه لم یقرأ، نخواند و یک مرد در زمان گذشته. این لم رو لم جازمه، ببینید آخر فعل مضارع جزم کرد. یقرأ بود، لم یقرأ آخرش رو جزم کرد. این لم رو لم جازمه میگوین. لم یقرأ. با همچنین لم رو لم نافیه میگوین، نفی کرد. یقرأ میخواند، لم یقرأ، لم یقرأ نمیخواند، نفی کرد. 2 کار کرد لم در اینجا. 3م کارش همین است که فعل مضارع رو به زمانی به ترجمه به معنای فعل ماضی میکند. یقرأ میخواند و یک مرد در زمان آینده. لم یقرأ نخواند و مرد در زمان گذشته. ببینید زمان رو تغییر داد. از این حساب این لم 3 وظیفه دارد. 3 وظیفه. یکم وظیفهش نفی است. یقرأ میخواند، لم یقرأ نخواند، نفی کرد. یکم وظیفهش. دوم وظیفهش لم آخر فعل مضارع رو جزم میکند. یقرأ بود، لم در اومد، لم یقرأ شد. 2 وظیفه. 3م وظیفه و هنرش همین است که فعل مضارع رو یقرأ میخواند و مرد در زمان آینده به معنای فعل ماضیش میکند. یعنی نخواند، لم یقرأ نخواند و یک مرد در زمان گذشته. این لم 3 وظیفه دارد. از این حسابی را میگن لم نافیه جازمه و قلبش میگن. قلب یعنی که قلب کردن فعل مضارع به زمان فعل ماضی، یعنی دیگرگون کردن مضارع به تغییر دادن مضارع به ماضی. بعد از این میگه اتدری، یعنی آیا میدانی تو،
همزه استفهام تدری میدانی تو، تدریو بود، و سبب ثقیل بودن حرکت در یا ساکنش کردیم شد اتدری، آیا میدانی تو. پس این یا چی است؟ این یا ساکن است. اتدری، آیا میدانی تو. بعد از این میگه لو کنت مکانک، اگر می بودم در جای تو. لو اگر، کنتو می بودم، مکانک در جای تو. این لو را لوی امتناع للامتناعش میگن، این نامش امتری است، لوی شرطی امتناع للامتناع. لو کنت مکانک، اگر می بودم در جای تو. جواب لو نیومده است. اگر در جای من می بودی چیکار میکردی؟ جوابش نیومده است. دقت دادید؟ پس این لو دو چیز طلب میکند، یکی فعلش، یکی جوابش. کنت مکانک فعل لو هست، اما جواب لو نیومده است. لو کنت مکانک، اگر می بودم در جای تو. اگر در جای من بودی چیکار میکردی؟ جوابش نیست. اکنون لو کنتو از اخوات کان است. این تو در محل رفع اسم کان است. مکانک این ظرف است. مکانه برام خاطر منصوب شد. مکانه در جای تو، یعنی جای ظرف است، متعلقش یعنی کائناً خبری کنتو می شود. بعد از این میگه بکا. بکا یعنی گریه کرد. بکا گریه کرد و یک مرد در زمان گذشته. زن باشد میگیم بکت، گریه کرد و یک زن در زمان گذشته. فعل مضارعش میشود یبکی، گریه میکند و یک مرد در زمان آینده. مؤنثش تبکی، گریه میکند و یک زن در زمان آینده. فعل امرش میشود ابکی، یا را حذف میکنیم، ابکی یعنی گریه بکن تو. بعد از این میگه بکاون، مصدر رو میارد، میگه گریه کردن. بکاون یعنی گریه کردن. اکنون بکا یا بکی از فعلهای ناقص است، یعنی آخرین حرفش حرف علت است. ناقص هم ناقص یایی است، یعنی آخرین حرفش حرف یا است. این بکا در اصل چی بود؟ در اصل بکایه بود. این طور بود، بکایه. چیکار کردیم؟ یای متحرک بکایه، یا را بینید حرکت دارد. پیش یا حرف کاف را ببینید فتحه دارد. پس میگویند یای متحرک ما قبل مفتوح را قلب الیفش کردیم، شد چی؟ بکا. دقت دادید؟ شد بکا. الیفش را به طریق یا نوشتیم. چرا؟ زیرا که اصلش یا بود. پس بکا میگیم. گریه کرد و یک مرد. زن اگه باشد بکت، اصلش بکیت بود. یا متحرک ما قبل مفتوح را قلب الیف شد بکت. الف ساکن، ت ساکن، التقاء ساکن شد، الف رو حذف کردیم شد بکت. دقت دادید؟ به مثل این که مثلا میگوییم بکیت، اصلا بکیت این طریق بود. چیکار کردیم؟ این یای متحرک ما قبل مفتوح رو قلب الف میکنیم. وقتی قلب الفش که میکنیم چی میشود؟ میشود بکات. ببینید بکات یعنی که الف ساکن است، این ت ساکن است، التقاء ساکنه شد. التقاء ساکنه که شد الف رو حذف میکنه میشود چی؟ بکت. بکت یعنی گریه کرد و یک، گریه کرد و یک زن، گریه کرد و یک زن. بعد از این میگوید یبکی. یبکی در اصل چی بود؟ در اصل یبکیو بود. یبکیو بود یعنی دمه داشت. دمه برای ثقیل کی بود؟ دمه را گرفتیم شد ساکن میشه یبکی. دمه را برای ثقیل بودن از یا گرفتیم شد یبکی یعنی گریه میکند. بکا یبکی فعل ناقص است، از باب دوم است، از باب ضربه یضربو است. بکا اصل بکایه بود به مثل ضربه. یبکی در اصل یبکیو بود به مثل یضربو. دقت دادید؟ از باب دومی ثلاثی مجرد است، از فعلهای ناقص است، یعنی آخرین حرفش حرف علت است. بعد از این میگه ضربه. ضربه یعنی زد و یک مرد در زمان گذشته. ضربه زد و یک مرد در زمان گذشته. اگر زن باشد میگیم ضربت، زد و یک زن در زمان گذشته.
بعد از این میگه یضربو، میزند و یک مرد در زمان آینده. یضربو میزند و یک مرد در زمان آینده. زن باشد میگیم تضربو، میزند و یک زن در زمان آینده. فعل امرش چی میشود؟ یضرب، بزن تو یک مرد. بعد از این میگه ضربون، ضربون یعنی زدن، مصدر. پس ضرب یضربو دیگه برای شما معلوم است، از باب دوم است، از باب ضرب یضربو است، یعنی از باب دومی ثلاثی مجرد است، از باب فعل یفعلو است. پس این بود کلمه های نوی درس 41. درس 41 رو کلمات نوش اینها هستند که اینها باید اولا با تمام نازکی حفظ کرده شود. بعد از این میگذاریم به حوار و گفتگوی درس 41. صاحب کتاب میگوید هل عندکم تلویزیون، یعنی آیا تلویزیون دارید شما؟ آیا تلویزیون دارید شما؟ آیا آینه نیلگون دارید شما؟ عندکم دارید شما؟ میگوید نعم، بله، آره، حرف جواب. میگوید عندنا تلویزیون، یعنی داریم ما آینه نیلگون، یعنی آینه نیلگون داریم ما. عندنا رو در آخر ترجمه میکنیم. بعد از این میگوید کان الیوم فی التلویزیون فیلم جدید عن حیات نبینا محمد صلی الله علیه و سلم. یعنی که بود، کان الیوم یعنی بود امروز، فی تلویزیونی در تلویزیون، در آینه نیلگون، فیلم جدیدون، فیلم نوی، کینوی نوی، عن حیات نبینا محمد صلی الله علیه و سلم، از زندگی پیغمبرمان محمد صلی الله علیه و سلم. کان الیوم، یوم ظرف است. فی تلویزیونی جار و مجرور متعلق به کان، متعلق به کائنن، خبر کانه مقدم، خبر کانه می شود. فیلمون اسم کانه است، ببینید مرفوع است. جدیدون خبرش است، عن حیات نبینا محمدین، از حیات پیغمبرمان محمد صلی الله علیه و سلم. میتونیم که در اینجا صفت از فیلم بگیریم، یعنی فیلم صفتش همین بود که از حیات پیغمبر صلی الله علیه و سلم صحبت میکرد. حیات نبینا محمدین، این عطف بیان است برای نبی، دقت دادید، صلی الله علیه و سلم. بعد از این میگه هل غرفتک کبیرتون، یعنی آیا اتاق تو، یعنی کامنته تو، اتاق تو کلان است؟ میگه لا، نه. جواب میتید به حرف نفی که نه. هی صغیرتون لکنها نظیفتون، وی میده است لیکن وی پاک است، تازه است. هی صغیرتون، هی مبتدا، صغیرتون خبر، لکن از اخوات این، لکن از اخوات این حروف مشبهه به فعل. ها ضمیر متصل مبنی علی السکون فی محل نصب اسم لکن. نظیفتون خبری لکن، دقت دادید، مرفوع. خبری لکن مرفوع می شود. چطوره دیده ایستادید نظیفتون. بعد از این میگه ماذا یوجد فی غرفتک من الاثاث، یعنی چی یافت می شود در کامنته تو از مبل، یعنی چیست یا چی هست هم بگه می شود، یا چی یافت می شود، چی هست در کامنته تو از مبل، یعنی مبل ها چی داری تو در کامنتت. میگوید که توجد فی غرفتی خزانت کتب و دیوان وثر و طاولة مربعة علیها جهاز رادیو و جهاز تلفونی و طاولة صغیرة اخرى مدورة فی زاویة الغرفة علیها جهاز تلفزیونی. یعنی چی؟ یعنی که میگه توجد یافت می شود یا هست فی غرفتی در خانه من، در کامنته من، خزانت و کتبین یعنی شکف کتاب ها، و دیوان وثر و دیوان ملایم، و طاولت مربعت یعنی میزی چارکنجه، علیها جهاز رادیو بر بالای وی جهاز رادیو است، بر بالای وی رادیو است.
و جهاز تلفنی و بر بالای وی جهاز تلفن است، یعنی تلفن است. و طاولة صغیرة اخرى و طاوله یعنی که میزی خردککی دیگر مدورتون گرد فی زاویه الغرفتی در یک اطرافی در یک کنجی خانه است. علیها بر بالای وی یعنی بر بالای همون طاولتون جهاز تلویزیونی جهاز تلویزیون است. دقت دادید یعنی اپارات تلویزیون است. اکنون توجد فی غرفت خزانت و کتبین یافت می شود یا هست در خانه من شکف کتابمانی. توجد فعل مضارع مجهول است. ما برای توجد باید نائب فاعل بیاریم. نائب فاعلش در کجا است؟ خزانتو نائب فاعل توجد است. نائب فاعل برای مرفوع که میشد ببینید خزانتو میگیم. خزانتو مضاف کتبین مضاف الیه. و دیوانو و واو عاطفه است. دیوانو معطوف است در جای خزانتو. خزانتو مرفوع است، دیوانون هم مرفوع می شود. دیوانون معطوف در جای خزانتو. وثیرون صفت دیوان. و طاولتون و واو عاطفه طاولتون همچنین عطف است در جای خزانتو. واو عاطفه است طاولتون عطف است در جای خزانتو. طاولتون مربعتون صفت طاولتون هست. طاولتون مؤنث است، مربعتون ببینید مؤنث آمدگی است. از 10 چیز در 4 چیز پیروی میکند. اینها را دیگر خودتون حساب کنید. علیها جهاز رادیو بر بالای وی جهاز رادیو است. علیها جار و مجرور متعلق به کون خبر مقدم، جهاز رادیو مبتدا مؤخر. جهاز رادیو این همچنین میتونیم صفت از طاولتون بگیریم. صفت دومی طاولتون. جهاز رادیو یعنی که اپارات رادیو. و جهاز تلفنی و جهاز تلفن است. عطف است در جای جهاز رادیو. جهاز رادیو و جهاز تلفنی عطف است در جای این یعنی که بر بالای وی اپارات تلویزیون هست زیرا که واو عاطفه است. و طاولتون طاولتون یعنی میزی صغیرتون اخرى مدورتون فی زاویه الغرفتی. دقت دادید. و طاولتون طاولتون صغیرتون صفت یکمی طاولتون، اخرى صفت دویمی طاولتون، مدورتون صفت سومی طاولتون، فی زاویه الغرفتی در یک کنج خانه است. در یک کنج خانه است. علیها جهاز تلویزیونی. علیها را همچنین میتونیم صفت چهارمی طاولتون بگیریم. صفت چهارمی طاولتون بگیریم. پس طاولتون در جواب و عاطفه است. این طاولتون رو عطف کرد در جای خزانتو. طاولتون رو مبتدا نمیگیم، واو عاطفه است. عطف کرد طاولتون رو در جای خزانتو یعنی توجد طاولتون صغیرتون اخرى مدورتون فی زاویه الغرفه علیها جهاز تلویزیونی. علیها جار و مجرور متعلق به کون خبر مقدم، جهاز تلویزیونی مبتدای مؤخر. دقت دادید. پس طاولتون چند صفت داشته است؟ صغیرتون یک صفت، اخرى دو صفت، مدورتون سه صفت، فی زاویه الغرفتی این را میتونیم صفتش بگیریم 4 صفت. علیها جهاز رادیو. علیها جار و مجرور متعلق به کائنون، جهاز رادیو جمله اسمی خبری پنجمی طاولتون. در جا فی زاویه الغرفتی جار و مجرور متعلق به کائنتون خبر طاولتون. معذرت میخوام صفت طاولتون. دقت دادید طاولتون 5 تا صفت دارد در همین جمله. بعد از این میگه هل المطبخ فی شقتکم کبیرون یعنی آیا آشخانه المطبخ آشخانه جای پخت و پز فی شقتکم در خانه شما کبیرون کلان است. المطبخ مبتدا فی شقتکم جار و مجرور متعلق به کائنن حال از مطبخ کبیرون صفتی خبری المطبخ. المطبخ مبتدا کی است؟ کبیرون خبرش میشود. آیا آشخانه در حال کونهی فی شقتکم در حال بودنش در خانه شما کبیرون کلان است؟ میگه لا، نه حرف نفی. المطبخ فی شقتنا لیس کبیرا یعنی که آشخانه در خانه ما جای پخت و پز در خانه ما لیس کبیرا کلان نیست.
لیس کبیرا کلان نیست. المطبخو مبتدا، فی شقتنا در کامنته ما حال میگیره میشه همچنین، زیرا که بعد معرفه جمله که حال میشود. لیس از اخواتی چی است؟ از اخواتی کان است. اسم لیس ضمیر مستتر هو برمیگرده به مطبخ. کبیرن خبری لیس است. خبری لیس منصوب میشد، ببینید کبیرن میخونیم، کبیرون بگو اگر خطا و غلط است. المطبخ فی شقتنا لیس کبیرن، یعنی آشخانه در خانه ما کلان نیست. نیست رو لیس رو در آخر ترجمه میکنیم. بعد از این میگه هل یوجد فی بیتکم مسعدون، یعنی آیا یافت میشود در، آیا هست یا یافت میشود در خانه شما لیفت. مسعد آلتی بالا برداشتن، آلتی بالا بردارنده. هل یوجدو آیا یافت میشود. یوجدو فعل مضارع مجهول، مسعدون نایب فاعل یوجدو. فی بیتکم جار مجرور متعلق به یوجدو. جواب میتونه میگه نعم، یعنی بله، آره. یوجد فی بیتنا مسعد جید جمیل، یعنی یافت می شود در خانه ما یا هست در خانه ما لیفت خوبی زیبا. مسعدون لیفت، جیدون خوب، جمیلون زیبا. یافت می شود در خانه ما لیفت خوبی زیبا. یوجد فعل مضارع مجهول است، نایب فاعلش در کجا است؟ مسعدون. مسعدون نایب فاعل است. جیدون صفت یکم، جمیلون صفت دوم مسعد است. مسعد اینجا دو صفت دارد، یکمش جیدون، دومش جمیلون. بعد از این میگه و این بیتکم، یعنی در کجاست خانه شما. خانه شما در کجاست؟ میگوید که بیتنا فی وسط المدینه قرب حدیقه الحیوانات ولذلك ازور انا و اخی الصغیر حدیقه الحیوانات کل یوم تقریبا. دقت دادید؟ و اخی الصغیر. میگوید که بیتنا یعنی خانه ما فی وسط المدینه در سنتر شهر است، در بین شهر است. قرب حدیقه الحیواناتی نزدیکی باغ حیوانات است. ولذالک و از برای همین یا با همین سبب ازورو زیارت میکنم انا من و اخی الصغیر و برادر من خرد و برادر خردیم. اخی الصغیر و برادر خردیم حدیقه الحیوانات باغ حیوانات رو کل یوم تقریبا هر روز تقریبا میگه چیکار میکنم؟ زیارت میکنم حدیقه حیوانات رو. بیتنا مبتدا فی وسط المدینه در وسط مدینه، خبر بیتنا قرب حدیقه الحیوانات ظرف، قرب ظرف است. میتونیم فی وسط المدینه مبتدای خبر مبتدا بگیریم، خبر یکم. قرب ظرف رو میتونیم خبر دوم بگیریم. درجه خبر دوم ظرف متعلق به کائنان خبر دوم می شود. بیتنا فی وسط المدینه، بیتنا قرب حدیقه الحیوانات می شود. خبر دوم شم بگیریم می شود. بعد از این میگه ولذالک ازورو و از همین حساب زیارت میکنم. ازورو را فاعلش چی است؟ میتونیم ما انا را فاعل ازورو بگیریم؟ نه. پس چی است؟ فاعل ضمیر مستتر رو انا. یک انا دیگه در تحتش پنهان میکنه، میگم یک انا ضمیر مستتر فاعل ازورو است. اما این انا چی است؟ این انا توکید از انا همون محذوفه است. اینجا توکید است. توکید چی است؟ توکید لفظی. توکید نمود میشه، توکید لفظی، توکید معنوی. اینجا توکید لفظی است. برای چی توکیدش کردیم؟ به خاطر آنه که عطف در ضمیر مستتر جایز نیست. عطف در ضمیر مستتر جایز نیست. این واو عاطفه است. اگر میگفتیم که ازور و اخی، غلط میشد. عرب میگفت میخندید، میگفت تو چیکار کردی؟ تو عطف در کجا گرفتی؟ در ضمیر مستتر میخندید به حالت. از این حساب صاحب کتاب انا ضمیری منفصل را، آشکار باریز را بیان کرد تا اینکه عطفش کنه. کنون اخی عطف است در جای انا. دقت دادید؟ عطف است در جای انا.
اخی، اصل اخی ساکن بود، یا را ما برای چی فتح دادیم؟ به خاطر التقای ساکنین. اخی الصغیرو یعنی برادر من خرد، پس ترجمه میکنیم که برادر خردیم. حدیقته مفعول بهی ازورو است. حدیقته مضاف، الی حیوانات مضاف، کل ظرف است، کل یومین هر روز تقریبا. بعد از این میگه محمد یضحک و اخوه یبکی، یعنی محمد میخندد و برادرش گریه میکند. محمد یضحک، محمد میخندد، و اخوه یبکی و برادرش گریه میکند. محمدون مبتدا، یضحک جمله فعلی خبری محمدون در محل رفع، و اخوه واو عاطفه، اخوه عطف از جای محمدون، و اخوه مبتدا باز میتونید بگید عطف از جای محمدون. یبکی جمله فعلی در محل رفع خبری اخوه، برادر وی یعنی برادر محمد. هو ضمیر برمیگرده به محمد. بعد از این میگه لماذا یضحک محمدون، یعنی برای چی میخندد محمد؟ لماذا برای چی یضحک محمدون میخندد محمد؟ محمدون فاعل یضحک است. لانه فرح کثیرا، زیرا اینکه میگه وی خرسند شد خیلی بسیار. لان از اخوات چی است؟ این است. هو ضمیر متصل مبنی علی الضم فی محل نصب اسم ان است. فرح چی است؟ فرح جمله فعلی خبری ان است، در محل رفع جمله فعلی خبری ان است. فاعل ضمیر مستتر هو برمیگرده به محمد. کثیرا چی است؟ کثیرا صفت، یا میتونیم بگیم کثیرا نایب از جای مفعول مطلق است، یعنی فرحا کثیرا، فرحا محذوف شد، کثیرا نایب فاعل از جای مفعول مطلق آمد. اصل صفت مفعول مطلق بود. بعد از این میگه لماذا یبکی اخوه، یعنی برای چی گریه میکند برادر وی؟ لماذا یبکی اخوه فاعل یبکی، فاعل مفعول مترفع الواو لانه من الاسماء الخمسه. اخو مضاف، هو ضمیر متصل مبني على ضم في محل جر مضاف الیه. میگه لانه لم يقرأ دروسه ولم يعرفها فضربه ابوه، یعنی زیرا اینکه وی لام تعلیل علت رو بیان میکنه. برای چه گریه میکند؟ سبب گریه کردنش. لانه زیرا اینکه وی لم يقرأ نخوانده است، زمان گذشته نخوانده است درسهایش را، ولم یعرفها و ندانسته است، ها به دروس برمیگردد. دروس جمع غیر عاقل که بود با مفرد ضمیر مفرد مؤنث اشاره بازگردوندیم به سویش. لم یعرفها یعنی ندانسته است وی را، یعنی درسهایش را، و ندانسته است درسهایش را. فضربه پس زده است وی را، ابوه پدرش، زده است وی را پدرش. لانه هو ضمیر متصل مبنی علی الضم فی محل نصب اسم ان. لم یقرأ جمله فعلی در محل رفع خبری ان، در محل رفع خبری ان. یقرأ فعل مضارع مجزوم باللام و علامت جزم السکون. فاعل ضمیر مستتر هو برمیگردد به اخو برادرش. دروسه مفعول به یقرأ. ولم یعرفها درجه فعل و فاعل مفعول به است. یعرف فعل مضارع مجزوم باللام و علامت جزم السکون. فاعل ضمیر مستتر هو، ضمیر مستتر تقدیر هو برمیگردد به اخو. و ها ضمیر متصل مبنی علی الضم مبنی علی سکون فی محل نصب مفعول به. از این سو میگیم یعرفها فعل فاعل مفعول به است. فضربه ضرب فعل ماضی، هو ضمیر متصل مبنی علی الضم فی محل نصب مفعول به مقدم میگیم، مفعول به مقدم. ابو فاعل مرفوع علامت رفع الواو، فاعل مؤخرش میگیم به خاطر اینکه بعد مفعول به اومد. مفعول به را ببینید پیش از فاعل اومد، پس در زبان عربی این طور جایز است مفعول به پیش از فاعل بیاید، اما در حالتهای معینه و علامت ها داشته باشد. ابو فاعل مرفوع علامت رفع الواو نیابتا عن الضمه لانه من الاسماء الخمسه. ابو مضاف، هو در محل جر مضاف الیه. بعد از این میگه اتدری لما تبکی تلك الفتاه، یعنی که میگه آیا میدانی تو، فاعل ضمیر مستتر انت،
آیا میدونی تو لما برای چی تبکی تلک الفتاتو گریه میکند آن دختر؟ تبکی فعل مضارع، تلک اسم اشاره للبعید فاعل تبکی، الفتاتو بدل از تلک. دقت دادید؟ اتدری لما تبکی تلک الفتاتو؟ آیا میدانی تو برای چی گریه میکند آن دختر؟ میگه لا ادری لماذا تبکی، میگه نمیدانم برای چی گریه میکند. لا ادری فاعل ضمیر مستقر انا، نمیدانم من. لماذا تبکی، تبکی فاعل ضمیر مستقر هی برمیگرد به فتات، یعنی نمیدانم من برای چی گریه میکند وی دختر. میگه لو کنت مکانک لفعلت هکذا، یعنی اگر که می بودم در جای تو حتما انجام میدادم این طور. لو کنت مکانک، اگر می بودم در جای تو، لفعلت هکذا، حتما انجام میدادم این طور. لولوی شرطیه، امتناع للامتناع، امتناع للامتناع. کنت مکانک فعل لو، لفعلت جواب لو. ببینید جواب لو با لم میاد، لا لفعلت، لام برای جواب لو است. در بالا گفتیم که لو کنت مکانک جواب لو نیست، اکنون در اینجا لفعلت هکذا جواب لو هست. یعنی که لو کنت مکانک لفعلت هکذا، یعنی اگر در جای تو می بودم حتما می کردم این طور. اگر نگفت چی طور، مثلا یک آدم ترا زده باشد، یک بعد زدن یک کس دیگه ترا می بیند، میگه که لو کنت مکانک لضربته، این طور میگوید، یعنی اگر من می بودم به جای تو حتما من می زدم وی رو. دیدید؟ حتما من وی رو می زدم. یا که مثلا یک کس در جای تو باشد، مثلا تو طالب علم هستی، یک کسی دیگر طالب علم نیست، میگه که لو کنت مکانک لتعلمت، یعنی اگر که من در جای تو می بودم حتما تعلیم می گرفتم. یا که لجتهدت، حتما اجتهاد می کردم. دقت دادید؟ لاجتهدت، حتما اجتهاد می کردم. پس این لا در جواب لو می آید. بعد از این میگه لو کنت مکانک لقلت له هکذا، یعنی اگر می بودم در جای تو حتما می گفتم برای وی این طور. مثلا یک از شما را یکان گپ گفتگی است، شما جواب ندادید، یک از دیگه شما را میگه لو کنت مکانک لقلت له هکذا، یعنی این طور می گفتمش. مثلا میگفتم مثالش که لو کنت مکانک لقلت له انت احمق. دقت دادید؟ اگر که من در جای تو می بودم پس حتما او را می گفتم که تو احمق هستی. یا که تعریفش کردنی که باشه میگه لو کنت مکانک لقلت له انت رجل طیب، یعنی که اگر که من در جای تو می بودم من برای اون می گفتم که حتما برای اون می گفتم که تو مردی خوبی هستی، اگر تعریف باشد. بعد از این میگه لو کنت مکانک ما فعلت هکذا، یعنی اگر من در جای تو می بودم این کار نمی کردم. در جمع ما جواب لو هست، ما فعلتو، ما منافیه، فعلتو جواب لو، ما فعلتو هکذا، این کار نمی کردم. یعنی که لو کنت مکانک، مثلا ما ضربته، نمی زدم وی رو. یکت رو زده است، مثلا تو می بینیشه میگوی لو کنت مکانک ما ضربته، اگر من در جای تو می بودم وی رو نمی زدم. دقت دادید؟ ما فعلتو هکذا یعنی نمی کردم این طور. لو کنت مکانک ما بکیتو، یعنی اگر که من می بودم در جای تو گریه نمی کردم. اگر که من می بودم در جای تو گریه نمی کردم. ما بکیتو. دقت دادید؟ اکنون کنتو چند تایی در اینجا کنتوی که هست؟ لو کنتو مکانک، لو کنتو مکانک، لو کنتو مکانک، لو کنتو مکانک. همه اینجا در کنتو کانه با اسمش است، مکانک متعلقش کائنن خبری کنتو است. بعد از این لفعلتو هکذا یا لقلت له هکذا یا ما فعلتو هکذا یا ما بکیتو، اینها همه جوابی چی میشوند؟ جوابی لو میشوند. جوابی لوی امتناع امتناع،
جواب لوی شرطیه. پس این هست درس امروزه ما و شما، درس 41 از کتاب تعلیم زبان عربی، و در اینجا این درس را به پایان میرسانم تا درس آینده. یک شما را به الله تبارک و تعالی میسپارم. هر کجایی که باشید سلامت و موفق و مؤید باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.